یک سخن دیگه به یادم آمد. یک وقت من یک سفر خوجند داشتم. بعد در یک خانه در مهمانی بودم. زنگ تلفن شد، برداشتم. یک خواهر با همو لهجه خوجندی با من صحبت میکرد. میگفت که من آگاه شدم که شما در همین خوجندین. من گفتم بله من در خوجندم. گفت من راستی گفت بسیار عاشق سخنهای خودتون. من شبی که اگر همین برنامه خود گوش نکنم خلاص خواب نمیکنم. لیکن من یک چند هدیه گرفتم در دستم، میخوام که همراه به شما برسانم. من آدرس دادم. وقتی این خواهر آمد، خواهرای عزیز گوش کنین، وقتی این خواهر آمد رانندش شوهرش بوده است. فر آمد هدیه هم یک ادیال گرفته آورده است، یک کتاب دیگه گرفته است، آورد در پیش من گذاشته. گفت که همین حاجی بابا گفت همین مردک منه. من گفت اگر چنده که الله را تشکر میکنم که شما سبب نماز خواندن من شدید، لیکن من یک سوال دیگر دارم. من درباره احترام شوهر بسیار گوش کردم و همین مردک ما گفت در پیش خودت شاهد برای روز قیامت میگیرم که همین مردک که مرا پرس آیا از من راضی هست یا نه. برادرها، خواهرها، برادرها، پیامبر میگو که هر کسی را خدا اگر زنی خوب، زنی صالحه بته، دنیا و آخرت شاباده. زیرا ای زنی صالحه شما میدانی که نظام خانه هم بهترینه، آبروی مردک هم بهترینه، فرزندای خوبم برای این مردک انشاءالله تولد میکنه. وقتی گفت که من ترا بابا حاجی شاهد میگیرم که همین مردک خودش حاضر بگه از من راضیه یا نه، همین مردک انتظار نبوده که این زن همین سوال میکنه. منم انتظار نبودم. همین زنک، همین مردک برادرای عزیز آمد زن شبت در آغوش گرفته، آبای چشمش ریخته. گفت حاجی بابا من گفت همین چگونه گفت فرزندام دوست میدارم، گفت از وادا بیشتر همین زن ما دوست میدارم. به خدای مهربان قسم گفت خدمتی را که این زن در حق من میکند، مهربانی را که این زن در حق من میکند، مثل که میگد اگر کفر نآید از مادرم کمتر همین زن در من مهربانیش زیاد است. خواهرای عزیز، خواهرها را ببینین، کردار خواهرها را ببینین، رفتار این خواهرها را ببینین که شاهد میگیرد مرا که همین مردک رازگیش داد، یعنی من آرام شدم میگم. برای همین خواهرای عزیز حرکت کنین، نگاه نکنین که مردکت بیزیبه خوشروه، نگاه نکن که مردکت پولداره بی پوله، نگاه نکن که مردکت بیکاره کارداره، نگاه نکن که مردک خانه داره نداره. خواهرای عزیز و شوهر شما هست. شما رازگی دادین که یعنی من راضیم که همین مردک شوهر من باشد. از این لحاظ حرمت کن به آن چیزی که دلت میکشد، انشاءالله خداوند تو را موفق میکنه. برادران عزیز و خیلی گرامی، الحال به سر چند سوال هایی که باز در پیش من هستند من برای شما انشاءالله جواب میگردانم. و اولین سوالی رو که چند روز است از من درخواست میکنن برادران عزیز، اکو سوال هایی هستند که تعبیه همه شما را خیره میکند. من گمانم همینه که در کجا یک آدمی سالم باشد تعبش خیره میشود.
در کجا یک آدمی گویم با فهم و با عقل و با توفیق باشد از این سوال ناراحت می شود. این سوال برادران عزیز بیهوده از من نمی پرسند، زیرا که آن چیزی را که در این سوال آمده است امروز حقیقتا در بین فرزندای ما و شما وجود دارد. از این لحاظ من قبلا از گفتنش معذرت میخواهم، ولی برای من ضرور است که در این سوال جواب گردانم، زیرا این روز به روز این سوال و این عمل اوج میگیرد و سبب ویرانشوی زندگی ها شده ایستاده است. برادران عزیز، سوال چنین است که اگر زن گوید که یعنی زن دهان مرد نام گیرد، تاجیکای ما میفهمند این معنای سخنی من که یعنی زن دهن مرد نام گرفتن چی است؟ چگونه ای که در حالت حقارت ها و جنجال ها در کوچه ها وقتی میشنویم که از زبان مادران است، خواهرای ما است، کودکای ما است، در دهن یکدیگرش حقارت میکنن، این مرد هم و دیگر مردهایی که از من سوال کرده بودند این است که اگر زن گوید که در دهن شوهر مقصد حقارت میکند، آیا همینجا نکاح ما چی می شود؟ زندگی ما چی می شود؟ اولا برادران عزیز و گرامی، من شخصا خودم به خدا تأسف میخورم و گمانم همین است که وقتی شما میشنوید که زن در دهن مرد وقتی حقارت میکند، شاید شما هم ناراحت میشین یا توبه میکنین به سوی خدای مهربان که خداوند اکو این خیل زن مرا نصیب نگردانه. ولی اکو وقتی که شما که این قدر ناراحت میشین، اکو تصور کنین که من چند قدر ناراحت میشم. وقتی شما از دهن من میشنوید ناراحت میشین، من وقتی از دهن همون مردی که نام دهن او را گرفته است من چقدر ناراحت میشم. لیکن شاید جوابی را که شما گردانین من اون جواب گردانده نمیتونم، زیرا که برادران عزیز و گرامی، چگونه ای که پیامبر گرامی من وقتی که دعوت شهر طائف رفتند و در عوض آنه که مردم او را پیشواز بگیرند سخن این آفتاب تابان این پیامبر نازنین قبول کنند، پیروی از این حبیب خدا کنند و جنت زیبا را صاحب شوند، اونها پیامبر گرامی را سنگباران کردند، پیامبر گرامی را خونشار کردند، حقارت ها کردند. وقتی حضرت از شهر بیرون شد، جبرائیل پایان آمد، گفت الله مهربان میگن نمی کوهی بلند، نمی کوهی که در طائف است، شهر طائف در اختیار دادیم، اگر خواهی دعا کن حاضر می برداریم در بالای همین مردم چپش میکنیم. ولی پیامبر نازنین چی گفتند؟ گفتند من نه آمدم که این کوه ها را در بالای مردم چپه کنم، من نه آمدم که
در بین مردم جنگ اندازی کنم یا جنگ تماشا کنم. من نه آمدم که فقط و فقط برای فتنه انداختن و برای اختلاف انداختن باشد. من آمدم که تا الله مرا روان کرد که این مردم به دلالت من، این مردم به مصلحت من راه درست و راه نیک را بیاورد. پس برادران، امروز پیامبر نازنین ما زیر خاک است، ولی وارثای او، میراث برنده های او که علما هستند، داملاها هستند، امروز پیشبرنده کار پیامبر نازنین هستند. ما هم نه آمدیم که، یا ما هم در اینجا همچه یک وارث پیامبر نمیتونم که در عوض این سؤالی را که برادر کند من مثل شما ممکن دلالت کنم که این خیل زن قطعی نمی شود زندگی کرده، یا او را طلاقش کن، یا رنگ این خیل زن در گور. یعنی این جوابهایی را که شما میگین، ما هم برادرای عزیز مثل شمای، ما هم همین کلمه ها در ذهن ما دور میگردد. لیکن ما فقط فرق ما این است که ما باید برای این برادر مصلحت تیم، زیرا که این برادر صاحب 4 فرزند است، این برادر صاحب 3 فرزند است. از این لحاظ اولا از همه خواهرای عزیز خواهشم همین است که شوهر یک نفری هست که چگونه که برای ما پدر و مادر سبب داخل شدن جنت من می شود، برای شما زنها داخل شدن جنتتان فقط و فقط بر رضای شوهرهاتونه. اگرچه خواهر عزیز، اگرچه نماز تهجد داری، اگرچه خواهر عزیز حج ممکن 10 بار حج کرده باشی، شاید خواهر عزیز شب و روز قرآن بخوانی، شاید دائم در دست تسبیح باشد، شاید هیچ یگان مرد بیگانه را حتی نظر نه انداختگی باشی، ولی وقتی که شوهر اگر از تو ناراحت باشد، ناراضی باشد، یا موردی به احترامی قرار بگیرد، یا دهن او جای حقارت تو باشد، این عبادت های تو هیچ کدامش برای تو نفع نمی بخشد، فایده نمی بخشد. این سخن حاجی میرزا نیست خواهر عزیز. من در هر یک حرفم برای تو اینه، کتاب هایی که در پیش دارم همه حدیث و همه تفسیر قرآن هم. من این کلمه ها و این حرف ها را از داخل این میگویم. حتی از من خواهرای بودن که در قد راه مرا من میکردن، میگفتن بابای حاجی حرمتت بجاو، لیکن زیادی بعد مردکا را شانس میتی و زنکا را شانس نمیتی. اگر چند گپی این خواهر ما هم ایرو انصاف نبود، برای که من همیشه هم چیزی که درباره زن، چیزی که درباره مرد هست، من با اصطلاح امروزه مردک واری همونه به گوش مرد زن میرسونم. ولی خواهرای ما درک ندارد. من در بسیاری از محفل هایی که میشینم که همه مردها هستند، در اونجا اینقدر من ملامتی که مردکا را میکنم برای زنداریشان، این خواهرای ما ای را درک ندارد. لیکن اینجا که وقتی گپ درباره زن میرود، زنی که دهن شوهر نام میگیرد، زنی که دهن خسر نام میگیرد، زنی که دهن خوشتامن یاد نام میگیرد، یا دیگر اولادهای مردک یاد میگیرد،
شما خداتون، من نه خداتون، برای این زن جواب بیابید که آیا مصلحت برای این زن چی هست؟ شاعر میگفت هر آن زن که طاعات مریم کند، زخونی نگه سجدگه نم کند، چون نباشد راضی از او شوهرش، به درگاه حق نیست جای اندرش. آیا این شاعرم از پیش خود گفتن یا یگان شعری بافته، یک شعری گویم که یگان به اساس و به دلیل و به حجت است؟ نه. بینین اگر به مثل مادر عیسی یعنی حضرت مریم عبادت داشته باشی، آنقدر گریه ای ترس خدا کنی که حتی آبی چشم به خون مبدل شود، زمانی که اگر میگه شوهر راضی نباشه، نزد خالقت، نزد آفریدگارت، نزد الله یگانه، تو یگان منزلت و مرتبه و مقام نداری خواهر عزیز. از این لحاظ بسیار از این شوهرها من جواب میگویم و من گفته بودم، اگرچند که فتوا بر همینه که به دهن مردک حقارت کردن یعنی نکاح بریده نمی شود. ببینین اگر نکاح وقتی نکاح از بین می رود، مثال در یگان مسئله دیگری، مثل که مثال مردک زنش وقتی طلاق میکند چقدر خداوند الله غضبناک می شود، همین حقارتی که زن مرد میکند از همین گناه طلاق هیچ کمی ندارد. در همین حقارت هم الله غضبناک می شود. زیرا خواهر عزیز من گفتم، برای شما گفتم که راه عذاب و راه راحت یعنی در دوزخ و در جنت کلیدش این شوهره. ما بینین حدیث از پیغمبر داریم، هر یک حدیثی مرا بپرسید، هر حدیثی را که من میگم از نام پیغمبر بپرسید، کنی همین آدم همین حدیثایی که میگد آیا اینا حقیقت دارن؟ اگر شبهه داشته باشید، پیغمبر میگد ایما امرأة ماتت و زوجها عنها راض دخلت الجنه. کدام زنی را که کدام زنی اگر از دنیا گذرد، مردکش پرسند که امی زنت راضی، دستاش برداره یا بگه که خدا رحمت کنه پدر و مادر ای زنه، من از این راضیم، ای زن داخل جنت میشه. برای همین هوشیار باشین مادرها، هوشیار باشین خواهرها، به عبادت هاتون، بین به فلانی بودنتون، من دختری فلانیم، من مقصد نماز شب دارم، من تا امروز روی یگان مردک ندیدم، لیکن وقتی آن چیزی که برای تو مهمتر و ضرورتر است که او از تو ناراحت ای، او از تو ناراضی ای، این کارباری تو هیچ کدامش به نفع تو نیست. برای همین بسیار در نسبت مردکاتون احترام بگذارین خواهرای عزیز، احترام بگذارین. اینجا یک حدیث حاضر من برای شما اگر یا اومش بخوانم، بینید خواهرای عزیز گوش کنید. حدیث حضرت معاذ ابن جبل روایت میکند، امام ترمذی اسنادش حسن میگه پیامبر ما گفت که لا تؤذی امرأة زوجها فی الدنیا الا قالت زوجته من الحور العین لا تؤذیه قاتلک الله
فانما هو عندك دخیل یوشک ان یفارقک الینا. چی میگه؟ میگه که لا تؤذی امرأة زوجها فی الدنیا. وقتی که زنک مردک اگو که در دهنت فلان کنم، آیا همی آزار مردک نیست؟ آیا رنجانیدن قلب مردک نیست؟ سعدی میگو دل به دست آور که حج اکبر است، از هزاران کعبه یک دل بهتر است. کعبه بنیاد خلیل آذر است، دل گذرگاه جلیل اکبر است. از هزاران حج یک دل به دست آوردن. مادر عزیز و خواهر عزیز، ما امروز سعی میکنیم، کوشش میکنیم که حج بریم، کوشش میکنیم قرآن خوان شیم، کوشش میکنیم مثال. بله، تشکر، اینها هم برای مسلمان لازم، لیکن آن چیزی که برای شما مهمتر است که رضاگی شوهر است، که الله رضاگی خودش در رضاگی شوهر گذاشته، این را خواهر عزیز به نظر نمیگیریم. حدیث گوش کردی؟ حضرت معاذ، امام ترمذی اسنادش حسن گفت، یعنی ای زبان پیامبر همین حدیث برآمد. چی گفت؟ لا تؤذی امرأة زوجها فی الدنیا. وقتی که زنک مردک در دنیا آزار میداده. جوابی سوال تا بگیر. وقتی مردک در دنیا ناراحت میکرده، الا قالت زوجته من الحور العین. شما میدونید خواهر عزیز که بغیر شما در جنت با الله برای مردها زنهای را نصیب میگرداند که ما میگیم حور. ولی در دنیا بعضی زنهایی که اگر صورت زیبا هم داشته باشه میگیم رنگ حوره، یعنی زیبا های. زنهای جنتی همش زیبا هن، با زمی زیباگیشون با اخلاق خوب دارن. میگه دمو حورهای جنتی برای زنهایی که در دنیا مردکاشون آزار دادن، رنگ تواری زده که دهنی مردک نام گرفتی، چی میگفته؟ برای همین کارت رحمت میگفته؟ میگفته از دوام بده؟ نه، میگفته از قاتلک الله، ای خدای میروبان، همین زنی که این مردک ای خیر ناراحت کرد هلاکش که، قاتلک الله، به قتل برسانش، نابودش که. فانما هو عندك دخیل یوشک ان یفارقک الینا. بعد میگفته است ای زنی جاهل، ای زنی بفهم، این مردکا در پیش شما مثل که یک مهمان یک خانه میدرایه و یک ساعت دو ساعت میسته و با خانه را ترک میکنه میرود. گفته است این دنیا برای این مردکای شما و در پیش شما مثل مهمانن، یک دمه که با شما هستن و زود از پیش تو و زنی آزاردهنده را ترک میکنه و نزد ما میآید. یعنی حور جنتی خواهر عزیز که ویم مثل تو زن است، فقط فرقش همینه که او خوش اخلاقن. میگفته است که خدا تو را هلاک کنه، خدا تو را نابود کنه با این زبانی بسیار دغلت، با این زبانی بسیار آلودت، با این رفتارهای بی‌نهایت زشت و تند خدا هلاکت کنه. ایرا حورهای جنتی، زنهای جنتی در برابر زنهای دنیویی که همین خصلت دارن، شما را ان همین خیل سخنهای قبیحتی از اونجا حقارتتان میکنن. فتوا همین است که طلاق واقع نمی شود، لیکن این خواهر در قهر خدا و غضب خدا مبتلا هست و این خواهر من توصیه میتونم که از این مردکت برای بخشش بپرس، زارک و تولاک ببخشد
انشاءالله با تو از خاری و از ذلت روز قیامت انشاءالله تو خلاص میشه. این است جواب شما خواهر عزیز.